راه حل. چگونه میتوان دست از این رفتار برداشت؟ در اینجا چند پیشنهاد ارائه می شود تا بتوانید به جای مادر برای شوهرتان یک معشوق باشید. 1. کارهایی را که شوهرتان باید خودش انجام دهد شما برایش انجام ندهید. 2. با شوهرتان همانند شخصی لایق و قابل اطمینان رفتار کنید. 3. با شوهرتان با لحن مادرانه صحبت نکنید. 4. مشخص کنید چه مسئولیت‌هایی بر عهده همسرتان است و سپس حتی اگر دچار اشتباه شد به جای او کارها را در دست نگیرید. تسلیم این وسوسه نشوید که به کمک او بشتابید. 5. یک فهرست تهیه کنید. مواردی که نقش مادر را ایفا می‌کند. 6. با همسرتان در مورد این بازی مادر و فرزندی صحبت کنید و برای به وجود آوردن یک رابطه عاقلانه و بالغانه با یکدیگر همکاری نمایید. و 7. محکم و باثبات باشید. اشتباه شماره 2. زنان خودشان را فدا می‌کنند و همیشه خود را بعد از مردی که دوست دارند و در درجه دوم اهمیت قرار می‌دهند. 1. ما دست از علایق، سرگرمی‌ها و فعالیت‌هایمان می‌کشیم. 2. دوستان و اعضای خانواده را که مورد تایید شوهرمان نیستند کنار می‌گذاریم. مردانی که درون خود احساس ناامنی می‌کنند سعی خواهند کرد شما را از سیستم‌های حمایتی‌تان جدا کنند. 3. ما به آفتاب پرست‌های احساساتی تبدیل می‌شویم. همانند یک لوح سفید و نانوشته وارد رابطه می‌شویم و هر آنچه مردی بخواهد همان خواهیم شد. 4. رویاها و آرزوهای خودمان را کنار می‌گذاریم و در عوض به شوهرمان برای برآوردن آرزوهایش کمک می‌کنیم. چرا زنان خودشان را فدای روابطشان می‌کنند؟ شاید این سوال غیر ضروری به نظر برسد. یکی از دوستانم میگفت عزیزم فداکاری اسم میانی من است. چندین علت برای از خودگذشتگی زنان وجود دارد. 1. مردان از ما انتظار دارند خودمان را در ردیف دوم قرار دهیم. 2. ما به عنوان زن آموزش دیده‌ایم که خودمان را در ردیف دوم قرار دهیم. 3. به جای تحقق بخشیدن به رویاهایمان از خودگذشتگی را نوعی موفقیت می‌پنداریم. نتایج فداکاری عاشقانه: وقتی خود را فدا می‌کنید تا شخص دیگری